بندگی کی را میگه؟ این بندگی است. چرا نرم؟ وجه دلیل برام بگو. چرا نخورم؟ دلیل برام بگو. چرا؟ دلیل. با قرآن آدم نروه. ان الذين حقت عليهم کلمت ربک، یقینا کسانی که ثابت شده بالایشان فیصله پروردگاری تو، لا یؤمنون، الله سے فیصله پروردگار در حق کسایی شده که مردم ها تمامی وسایل و امکاناتی که برای راه یابیشان بود او را مختل کرده، او را معطل کرده، از پیشش کار نگرفته. لا یؤمنون، این مردم ایمان نمیاره. چرا نمیاره؟ یا الله متعال که کدام امکانات داده بود برای راه یابی او را غلط استفاده کرد. تو را قدرت و توانایی داده بود و اسباب وسایل پیدا شد، موبایل پیدا شد، حافظهش از ترجمه قرآن پر کردی یعنی که از موسیقی کدامش؟ ده اختیار خود کرده جناب. تا بیگار در گوشی تست چی را میشنوی؟ دریور سب تو تا بیگار دریوری میکنی. یک داره کسیتی دین قطعه است. کسی که رادیو جور کرده او رادیو والا تو چی نشر کرده رویستی؟ این مردم ها مدیرای شیطان است. این مردم ها دعوت به سوی شیطانیت میده. این کلش مراکزی چیست؟ نمیکنه. خودشان همی کار کرده. الله ظالمانه فیصله سر کسی نمیکنه. او کس سرش فیصله میکنه که ایمان نمیاره که او در راه دیگر انتخاب کرده. ولو جاءتهم كل آیه، اگر بیا برشان تمام معجزات، تمام نشانهای قدرت الله متعال، حتی یا ایمان نمیاره، حتی یروا العذاب الالم، تا که ببینن عذاب دردناک. بجز از عذاب دیدن عذاب دردناک دیگه این مردم به حال نمیاد. فلولا کانت قریه، اهل دعوت است. چه رقم دعوت است؟ هر انسان تلافی و تدارک ما سبقه خدا میتونه. الله موقع داده. این بزرگترین احسان الله سر ماست که به گناه ما را هلاک نکرده. حالات خراب در زندگی انسان تیر بشه. شرک کردیم بالکل، بدعتا را کردیم، معصیتا را کردیم، فسق و فجور در مجالس غلط دیده شدیم، امروز درک کردیم، امروز باید به الله رجوع بکنیم. این موقع است. الحمدلله که الله ما را در معصیت نمیرانده، ما را قبض روح نکرده. این موقع برات الله داده، بازم از این نعمتی بزرگ الله تو استفاده نکنی. الله برات میگه که من توبه را قبول میکنم ولو که با مثل کوی و دکوشواره گناه ها پیشت باشه. خب با صدق و اخلاص یقینا دعا توبه بکو، پس عود نکو به او گناه، الله میپذیره. قوم یونس علیه السلام عذاب، نشانه عذاب معلوم شده بود، اما در موقع یأس نرسیده بود، از صدق دل از اخلاص ایمان آوردن، الله قبول کرد. فلولا کانت قریه، چرا نیست یک قریه، اهل یک قریه آمنت که ایمان می آورد، فنفعها، نفع می داد اهل قریه را ایمانها، ایمانشان، الا قوم یونس، بجز از قوم یونس علیه السلام. اینقدر قوم ها پیشتیر شد، چرا ایمان نآوردن؟ نه همین فرعونی خبیث چرا قبلا ایمان نمی آورد؟ تا وقتی که در غرق برابر شد بعد از چیخ میزنه که چیست؟ آمنتو. چرا؟ مثل قوم یونس علیه السلام واره، او یک قومی بود که واقعا قبلا نیم. لما آمنو، هرگاه که ایمان آورد قوم یونس علیه السلام، کشفنا عنهم، دور کردیم ما از عذاب الخزی، عذابی رسوا کننده را فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا، و متعناهم الی حین، ما فایده دادیم برای از یاد تا یک مدتی را که الله مقدر کرده بود برشان. یونس علیه السلام یکی از جمله انبیاء علیهم السلام در عراق، در منطقه موصل، قریش به نام نینوا یاد میشه. نبی برای ازوا بود، دعوت مردم نمیپذیرفت. آخر برشان گفت که عذاب الله میاد. الله برش وحی کرد که 3 روز بعد عذاب میرسه. یگانه چیزی که تجربه سر یونس علیه السلام کرده بودی قومش راستی بود که یونس علیه السلام در عمر خود دروغ نمیگفت. وقتی این خبر برش داد، این قوم یک دم فهمید، گفت سعی کنی مراقبت کنی یونس که از قریه میبره یا هست. اگر هست خو اون عذاب نمیاد، اگر نه که برآمد بفهمی که عذاب میاد. اول رسید که یونس علیه السلام از قریه برآمد، یک سر و صدا خیست، مرد زن خرد کلان کلگی به اخلاص و صداقت برآمدن، گریانه و عاجزی را شروع کردن. گفت یونس گاهی در عمر خود دروغ نگفته، حتما این گپ راست است. الله متعال همون ابرایی که برای عذاب یونس علیه السلام مقرر کرده بود، یونس علیه السلام رفت. یونس علیه السلام از دور میدید که حالی سر قوم چی حالات میشه. هیچ حالات نشد، وحی وجود نداره. اجتهاد کرد. چه رقم اجتهاد کرد که دیگه در این قوم دعوت ما هیچ مؤثر نیست، ما خود دروغگوی ثابت شدم. یک. دوم، قانونی قومی بود که کسی دروغش ثابت میشد اعدام میکرد.
گفت من که پس برم خیدام بشم، یکی برم مال دیگه حرکت کنم. هیچ پیغمبر بدون امر و فرمان الله از منطقه خود هجرت کرده نمیتونه تا که اذن الله نشه. هر پیغمبر بعد اذن الله باشه برای هجرتش. رسول الله امیقدر 13 سال تکالیف در مکه تیر کرد، اذن کی نشده بود؟ الله متعال. یونس علیه السلام در کشتی سوار میشه، حرکت میکنه، تیر میشه در قریه دیگه، کشتی در حالت غرق شدن شروع کرد. دو قول است. یک قولی است که کشتیوان صدا کرد، وزن خیلی زیاد شده، یک نفر بعد اگر کم کنیم وزن پس برابر میشه، ما غرق نمیشیم. پیش پرت هر کس که وزن فرق به خاطر نجات دیگه مردم یک نفر بعد بره از بین. اگر خدا میکشه اگر چی میشه. یک چی هست که نه، اصل گپ است که هر کسی که از بادار خود کدام غلامی که گریخته بود، خیانت کرده بود، اونمو وقتی که در کشتی می نشست، قدرت الله کشتی در غرق شدن شروع میکرد. باز کشتیوان صدا میکرد که کدامی از بادار خود چی کرده؟ غداری کرده، فرار کرده. الا پیش که پرتافتن. یونس علیه السلام اول خود آرام گرفت، پیش که انداختن یونس علیه السلام. بعد از اون میگه کشتیوان گفت که چی هست؟ نه ایره میشناختن اون مردم که آدم خیلی معتبر، صاحب رسوخ، صاحب قدر عزت. نه باز پیش میندازه. یونس علیه السلام گفت نه باز پیش نمیندازه. بله ما از بادار خود بدون اذن و اجازه حرکت کردیم، مستحق انداختن ما هستم. دی بسیار حکمتای الله متعال است. ببینی که الله متعال انبیاء علیهم السلام خود در کدام حالتا نجات داده، پیغمبر ما را در کدام حالت، در کجا نجات داده؟ در یک غار توسط چیست تارای عنکبوت. خو ابراهیم علیه السلام در آتش، عیسی علیه السلام اونم قسم دار آسمان بالا کرد، اعدام میکرد یهود. موسی علیه السلام امی فرعون میگرفت که ایرا بیخی تباه کنه، الله نجات داد شه. یونس علیه السلام هم نجات میده. مردم که میگه در آب و آتش الله نگاه میکنه، ولی آب است. یونس علیه السلام در آب انداخته میشه، لیکن نهنگ آمده وقت دهن خود گرفته در شکم ماهی تیر میشه. و پس چیسته؟ شکم ماهی قدر گرم بود که وقتی پس از دهن میبرامد، میگه موی در بدنش باقی نمانده بود، در زیر درخت کدو که سایه داشت برگایش در اون نشسته بود. به خاطر که پشه و گپا قدر ضعیف بود که پشه را از خود رانده نمیتونه. از او خاطر اوجا رفت. یک کلان درس بود. اینجا بعضی علما نسبت گناه را به یونس علیه السلام میکنه، گناه نیست، به اجتهاد خود خطا شده. گناه او را میگه که یک عمل نادرست، ناجایز، قصدا انسان انجام میده. یونس علیه السلام اجتهاد کرد که من دیگه در این قوم دعوت موثر نیست. خبر نبود که قوم توبه کرده، از او خاطر عذاب نامده. انبیاء علیهم السلام علم غیب نداره، لیکن در این حکمت های بزرگ است که الله متعال یونس علیه السلام چطور نجات میده و چی رقم میده و چی گفته. در دیگه جا هم قصهش میاد. الله متعال حالاتی قوم بر ما بیان میکنه که در موقع توبه کرد. قومای دیگه چرا توبه نکرد؟ در موقع توبه میکرد، الله قبول میکرد. الله رابطه ذاتی با کسی نداره که از یکی را قبول کنه از دیگر نکنه، از کلگی را قبول میکنه. فرعون هم اگر قبل از امو حالت توبه میکرد الله قبول میکرد. پس وقتی از فرعون قبول میکنه از ما را قبول نمیکنه. اگر ما مرتکب کدام گناه شده باشیم آلی به الله عاجزی کنیم الله قبول نمیکنه؟ بالکل قبول میکنه. این بزرگترین احسان الله متعال سر ماست. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض، اگر الله میخواست، پروردگار تو میخواسته پیغمبر علیه السلام ایمان می آورد، کسی که فی الارض در روی زمین است، کلهم جمیعا تمامی. لیکن حکمت الله متعال تقاضای زیر داره که ایمان جبری قابل اعتبار نیست. چرا؟ ثواب و عذاب که مرتب میشه سر اختیار مرتب میشه، که یک آدم به اختیاری خود رای جنت یا دوزخ انتخاب میکنه، رای کفر یا رای اسلام. اگر ایمان جبری می بود کلگی مسلمان می بود. نه، باز امتیاز از کجا شود؟ باز دعوتگر برتبر از کجا بگیره؟ باز جنت. اگر الله برای یک مردم نصفش در جنت نصفش در دوزخ، دوزخی ها کلش اعتراض میکنه، یا الله ما چی کردیم؟ چرا ما را در دوزخ میبری؟ نه، الله متعال در دوزخ کسی را میبره که خودم اقرار کنه که بله من مستحق جهنم است. اینقدر ثبوتا را برش ثابت کرده میباشه، اینقدر ثبوتا که هیچ نوع عذر و چی برش باقی نمونه. یک دا آیت اشاره به ایسته که پیغمبر علیه السلام بسیار زیاد حریص بود، قلبش تپان بود که چرا مردم زود ایمان نمیاد. ما و شما الحمدلله همیطور هستیم، دل ما همیطور مشت میشه که چرا مردم جور نمیشه. همیطور است و هر مومن بعد همیطور باشه.
حرص داشته باشه که یک مسلمان، یک برادر که ما میبینیم که عقیدهش جور شده چقدر خوش میشه، چقدر محبت قطعش میشه. پیغمبر علیه السلام هم همینطور بود. الله متعال تسلی میده که پیغمبر اگر الله میخواست کل گیره مؤمن جور میکرد، تو غم نکو. افا انت تکره الناس، آیا تو مجبور میسازی مردم حتی یکون مؤمنین که تا یا مؤمن جور شوه؟ تو مجبور میسازی. ایمان جبری معتبر نیست و الله امر نکرده که با جبر کسی ایمان بیاره. یکی از جمله آیات هایی که سند قوی برای اسلام است و دشمنای دین علیه اسلام حملات میکنه، اعتراضات میکنه که اسلام به زور شمشیر آمده، نمیخواد پیروان خود به شمشیر دعوت داده. غلط گپ است. شمشیر برای قبول کردن ایمان نیست، اسلام نیست. شمشیر برای دفع مزاحمات است. شمشیر برای محو فساد است. حکومت‌های طاغوتی از بین بره، مخلوق الله را بنده خود جور نکنه. وگرنه عقیده پذیرفتن جبری نیست. در اسلام یهود نصارا کلگی زندگی میکرد. آیا مجبور بودن؟ در مدینه یهود بود، مجبور نبودن. عقیده به جبر نمیشه قطعا. در اسلام مردم که میگه به زور شمشیر آمده، اسلام به زور شمشیر نامده. اسلام بعد از اینکه تسلط مسلمانان حاصل شوه، یک فرد اینمی این دو افغانستان است، کسی مجبور نمیتونه که بیا مسلمان شه. قطعا نمیمانم تبذر. نه، این گپ نیست، غلط است. در اسلام لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست. بله، به فساد نمیمانم. کالی عیاشی را شروع کنه، زناخانه را پرته، آتش پرستی را شروع کنه، اینیک دیگه پا نمیگذاریم شه. چرا که یا سببی بدبختی و گمراهی مردم میشه. اسلام آمده شمشیرش برای محو فساد است. از او خاطر اینجا قرآن میگه که پیغمبر علیه السلام تو مردم مجبور میکنی که ایمان بیاره؟ نمیاره. خفه نشو. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، نیست یک نفسم که ایمان بیاره مگر به حکم الله متعال. حکم الله به کفار نشده، به خاطر نشده که الله علم داره که اینمی کافر ما پیدا میکنم، همه امکانات برش میدم، اما به اختیار خود رای چی را انتخاب میکنه؟ رای غلط. و یجعل الرجس، الله متعال ظالم نیسته، اینطور نمیکنه پلیتی، شرک و کفر و بدعت گناه را سری هر کس و ناکس پرته. نه، امو کس ایره میگه چی؟ بگه الله حکیم ذات است، عادل ذات است، هر چیز در جای مناسبش، هر چیز در جای مناسب. ایمان به جای مناسب، کفر و شرک هم در جای مناسبش است. اصلا امو چهره، امو جسد خبیثترین جسد است، چهره است که امو شرک و کفر میه. ما به اسلام خود سخت خوش میشیم که الله متعال این دین لایق ما دیده که ما پذیرفتیم. الله ما رو استوار نگاه کنه سر دین، استقامت بر ما نصیب بکنه. این مایه خوشی ما و شماست. تقسیمات الله متعال است. جعل الرجس، میگردانه پلیتی، شرک و بدعت گناه را علی الذین، بالای کسانی که مطلقا نه، لا یعقلون، که بهترین جوهر برای تفکیک حق و باطل، برای شناخت خوب و بد، برای شناخت توحید و شرک، برای شناخت سنت و بدعت، برای شناخت نیک و بد، همه ای گپا معیار الله برش داده عقل، قوی تفکر. اما این انسان قوی تفکری خود محو کرده، از بین برده. شراب برش بهتر معلوم میشه از انگور کرده، نعوذ بالله. زنا برش بهتر معلوم میشه از ازدواج کرد. سود برش بهتر معلوم میشه از معامله و از خرید و فروش کرد، از تجارت کرد. این نمو مردم است. الله پلیتی را سری هر کس نمیندازه، سری کسی که اینمی امکانات دادگی الله را غلط استعمال کرده و غلط استفاده کرده. الله قوی عقل بر ما داده، ما باید سنجش بکنیم، امور ارزیابی بکنیم، تحلیل بکنیم. رای فایده ما کدام است؟ ما کدام طرف روان هستیم؟ چی سرنوشت داریم؟ کل یک. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، بگوی پیغمبر علیه السلام چطور برای شما چقدر میدانی تفکر موجود است. اگر در این میدان کمکی تفکر بکنی، همه مسائل براتون واضح میشه، حق و باطل بالکل نمایان میشه، رای حق و رای باطل نمایان میشه، رای شرک و توحید با هم مکمل متفاوت و ممتاز برات واضح میشه. شرطی است که تعامل شوه، عقل در کار پرتی، دنبال رو نباشی، مقلد کورکورانه. قل انظروا، بگوی پیغمبر علیه السلام ببینه به نظر قلب، ماذا فی السماوات، آن چی چیز است در آسمان ها و الارض، در زمین. بالا سعی کنی، پایین ببینی این عظمت مخلوق الله را، این نظم و دیسپلین، این همهش نشانه های بزرگ قدرت و توحیدی کیست؟ الله متعال است. انسان میشناسه.
بله لیکن و ما تغنی الآیات و النذور، نفع نمیرسانه معجزات، دلایل توحید، احکام الله، آیتای الله. و النذور بیم دادن، نذور دو معنا داره. انبیاء علیهم السلام که هر قدر دعوت بکنه عن قوم لا یؤمنون، از قومی که از روی ضد و عناد ایمان نمیاره، اراده ایمان نداره، انابت نداره، ضدی استن. برای از اون مردم اگر معجزات هم بیا ایمان نمیاره، اگر پیغمبر دعوت هم بده. دوم و النذور، چیزایی که بیم دادنی است، عذابای الله مگر سرشان میآید. این مردم لا یؤمنون عن قوم، از قومی که لا یؤمنون ایمان نمیاره، برای از فایده نمیرسانه. فایده به کسی میرسانه که در صدد و تلاش ازی باشه که من باید حقیقت پیدا بکنم. و الله همون چیزی که توسط از حقیقت پیدا میشه الله به هر انسان نصیب کرده. یک کافر گفته نمیتونه که برای من الله عقل نداره. یک مقایسه و موازنه در بین زندگی کفار و در بین زندگی مسلمان ها بکنی. یک مقایسه. کسایی که در دنیای غرب رفته اونجا حالات دیده، هتل دیده، لب دریاها را دیده، تفریحگاه ها را دیده، و یک دفعه بیا اینجا مسلمان ها را ببینه که عزت، حشمت، آبرو، انسانیت، شخصیت در اینجا چقدر است و در اونجا چقدر است. کسی باشه که از فکر خود کار بگیره، اما کسایی که کار نمیگیره نعوذ بالله فقط زندگی حیوان صفتی را کرده، رویسته عقل خود از بین برده. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین، یا انتظار نداره همینطور مردمای ضدی و عنادی با وصفی که الله تمام امکانات تفکر برش داده که یا حق و باطل با هم جدا بسازه، یا انتظار نداره الا مثل ایام الذین، مگر به مثل حوادث، واقعات، عذابای و کسانی که خلو من قبلهم، پیش تیر شد از یا اما حالت سرش بیا خلاص دیگه هیچ چیز برای از یا فایده نکرد، نه دعوت، نه عقل، نه قرائن خارجی. هر قدر کوشش تری از یا شد که یا راه را پیدا کنه یا نکردن. پس یا فقط انتظار عذاب امتهای سابقه وارد داره. ایام ام حوادث و واقعات میگه، ام نعمتهای الله را. قل بگه پیغمبر علیه السلام وقتی که تو رستن این قدر ضد و عناد داره، فانتظروا، شما انتظار بکشی عاقبت اعمالتانه، سرکشیتانه، که دنیا را منتخب کرده، قوه تفکرتانه در راه غلط استفاده کرده، کل امکاناتتانه. اینی معکم من المنتظرین، من امرای شما از جمله انتظار کشیدنی هستم، میبینم که الله نتیجه عملی مرا چی میده. بالکل واقعیت است جداست. یک کسی که شب بروز در غم مردم باشه، در غم فلاح مردم باشه، در غم درد مردم باشه، در غم مرض مردم باشه، او آدم بیبی و یک آدمی که میگه نه مردم کلش در خدمت ما باشه و من سرش حکمت کنم، بکشمشه، ذبح کنمشه، خلاص. چقدر فرق و تفاوت است. نتیجه خواه عمل متفاوت است، نتیجه متفاوت است. ثم ننجی رسولنا، بله این قانون الله است. بعد از ما نجات میدیم پیغمبرای خدا، والذین و کسای را آمنو که ایمان آورده امرای پیغمبرا، کذالک نمی رقم که سابق نجات دادیم در طول تاریخ. انبیاء علیهم السلام تابعدارایش یا نجات یافته است. والذین آمنو کسای که ایمان آورده امرای پیغمبران، تابعدارای پیغمبران، در پیروی پیغمبران قدم گذاشته و نجات یافته است. پشتی نظریات افکاری مردم نرفته. حقا علینا ننجی المؤمنین، ثابت است، حق است بالای ما نجات دادن مؤمنا. هر جایی که مؤمن است الله نجات میده. نجات چی را میگه؟ تنها که در دنیا غالب شود، نجات ای را میگه. ولو که یک مؤمن زندگیش بسیار به تکلیف تیر میشه، خو از گناه، از فسق، فجور، از معصیت نجات میبره. انسان اگر عمرش در تکلیف هم تیر میشه پروا نداره، همین نجات است. چرا که الله متعال از یک محیط ملوث آلوده به گناهات تو را نجات میده. اینمی نجات دادن است. الله وعده کرده یقینا مؤمن نجات یافته از همه بدبختی ها. مؤمن الله نجات میده. اینجا حقا گفته سری الله حق است، کسی سرش نه، حق سری الله نیست، حق واجبی از طرف کسی دیگره. چرا؟ اگر از طرف کسی دیگره یک چیز سری الله باشه، باز الله چی شد؟ محکوم شد. نعوذ بالله. یا غلط است. بله حق تفضلی و احسانی است. الله خود وعده کرده که می کار میکنه و الله در وعده خود مخالفت نمیکنه، حتما او را پورا میکنه. از امو خاطر است که کل علما میگه که سری الله حق کسی حق نداره. پس کسی که میگه به حق فلانی دعای مرا قبول کن، نعوذ بالله، این مرتکب عظیم میشه که به این فلانی حق ثابت میکنه بالای الله و بالای الله کسی حق نداره.
در کتاب مشهور هدایه باب الکراهیه جلد 4 کتاب هدایه همین موضوع علمای احناف هم ذکر میکنه که حق برای کسی نیست، لحد هیچ کس هم حق نداره بالای کی؟ الله. از او خاطر سوال به حق فلان مکروه چیز تحریمی است. افسوس است امروز مردمش چی میکنه؟ تابعداراش چی میکنه؟ ها؟ در سلسلهش 20 تا استاد نه استاد برابر است به حق فلانی خان و فلانی خان و فلانی خان. این چی حق داره؟ این چی حق داره؟ سر کی داره؟ این دعای مرا قبول کن به حق فلانی، به حق فلانی دعای مرا قبول کن. یعنی یا الله کدام حقی که سر تو داره به خاطر از تو باید دعای مرا قبول بکنی. نعوذ بالله. این دعا قطعا غلط است، بدعت است، نادرست است. اما الله یارا بصیرت نصیب بکنه که دین بفهمه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.